خب یک فتوای غلط در بین مردم پهنم شده بود است که با نرخ خرید حساب کرده زکاتش را میده. $50,000 خانه خریدی، 70,000 میفروشی، 20,000 فایده گرفته ایستاده. بنابراین از فایدهش هم تو باید چیکار کنی؟ زکاتش رو بدهی. بعضی از اهل علم گفتند که تنها همون وقت میتواند چیز برد تیاد که اگر بر فایده کمبغل باشد. زکات یکی از رکنهای 5 رکن دین مبین اسلام است. باید چیکار کنیم؟ در احکام آن ما جدی باید اهمیت دهیم. السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، ماه شریف رمضان که نزدیک شده آمده ایستاده است، بسیاری ها درباره زکات سوال میکنند و چند برنامه ما درباره زکات کردیم و امروز هم میخواهم به سوال بعض نفران درباره زکات دو سوال مهم است، خیلی مهم است، به همون جواب میگردانیم و الحمدلله که امروز مردم آگاه شده ایستادند و آنهایی که الحمدلله تجارت دارند و مالشان به نصاب رسیده است، الحمدلله زکات مالشان را میدهند. الله تعالی بر آنها برکت دهد و الله تعالی را دعا کنیم که هر یکی ما و شما، هر یک مسلمان را الله تعالی صاحب زکات دهنده گرداند و بر مال و اموالش الله تعالی برکت دهد. و چنانه که ما و شما میدونیم زکات چی است؟ زکات مال ما و شما را پاکیزه میگرداند. هر آن میده چیده بعضا انسان خطاگی میکنه، چی میکنه؟ در مالش کمبودی پیدا میشود، همون چرک هایی که در مال پیدا میشود با واسطه زکات همون تازه میشود. بنابراین زکات یکی از رکنهای 5 رکن دین مبین اسلام است. باید چیکار کنیم؟ اهمیت دهیم و در احکام آن ما جدی باید اهمیت دهیم. یکی از سوالهایی که امروز با آن جواب میدهیم مختصرا ان شاء الله. بسیاری تاجران میپرسند که استاد ما تجارت داریم و مغازه ها داریم، در مغازه بار هست، مال داریم، همون باری که ما داریم با کدام نرخ حساب کرده زکاتش را دهیم؟ آیا به همون نرخی که ما خریدیم یا به آن نرخی که ما آن را میفروشیم؟ خب یک فتوای غلط در بین مردم پهنم شده بود است که به نرخ خرید حساب کرده زکاتش را میدهی که امروز این را بیان میکنیم. البته جمهور فقها یعنی اکثریت فقها گفتند که با نرخ فروش حساب کرده زکاتش را میدهی. مغازه داری، یگان چی داری، یا مثلا ماشین دارد تاجر ماشین میفروشد، یا خانه دارد خانه میفروشد، برای تجارت آماده کردن فروختن، با نرخ فروش حساب میکنی، نه اینکه با نرخ خریده. مثلا $50,000 خانه خریدی، 70,000 میفروشی، 20,000 فایده گرفته ایستاده. بنابراین از فایدهش هم تو باید چیکار کنی؟ زکاتش را بدهی. و از تابعین بزرگوار جابر ابن زید رحمه الله روایت شده است که میگویند قومه بنحو من ثمنه یوم حلت فیه الزکات ثم اخرج زکاته. قومه یعنی مالت را، آن چیزهایی که باری که داری او را نرخ گذاری کن با همان نرخی که زکات در همان روز واجب شده است، فرض شده است. امروز تو باید زکاتت را حساب کتاب کنی، مالهایت را همین روز با نرخ همین روزه گفتن حساب و کتاب کن. ثم اخرج زکاته، سپس چیکار کن؟ زکاتش را برآورده بده. یعنی با نرخ فروش ما حساب میکنیم. همچنین از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که حضرت گفتند لا بأس بالتربص حتى یبیع و زکات واجبه علیه. گفتند هیچ گپ ندارد کمتر منتظر شود، کمتر پایده فروشد و به همون نرخی که فروخت به همون نرخ سپس چیکار کند؟ از تمام مالش زکاتش را دهد. زکات واجب است، سپس چیکار میکند؟ زکاتش را میدهد. و این قول عبدالله ابن عباس رضی الله عنه به همون بارهای تغری میگیرد که باری یک لخت کلام باشد، مثل خانه مثلا، یا ماشین، یک نفر ماشین داره، یک ماشین داره به فروش گذاشته است. اما مغازه هایی که میده چویده میفروشن یا لباسه میفروشن، به قول عبدالله ابن عباس اگر عمل کنند و چیزا بسیار است، در مغازه اشیا زیاد است، مثال در یک روز و 2 روز فروخته نمیشود، ممکن یک موسم، یک سیزن، 2 سیزن و یا میفروشد. بنابراین به نرخ همین روزه چیکار میکند؟ حساب کتاب میکند و به همین نرخ زکاتش را میدهد. ابن رشد رحمت الله علیه یک قول را ذکر کردند و گفتند که از بعض فقها روایت شده است که با نرخ خریدش میفروشد،
اما قول کی است این، کدام عالم گفته است و دلیلش چی است، آن را بیان نکردند. بنابراین معلوم می شود که این قول خیلی قول ضعیف است. والله تعالی اعلم. و همچنین علامه یوسف قرضاوی رحمت الله علیه در کتاب فقه الزکات میگویند که وقت انسان زکاتش را تاجر حساب و کتاب میکند، با نرخ همان روزه که میفروشد با همان نرخ حساب و کتاب میکند. خوب انسانی که یک لخت فروش است با نرخ یک لخت حساب میکند. انسانی که چکنه فروش است با نرخ چکنه و قول اپتویکا با نرخ آپتوم حساب میکنند و انسانهایی که چکنه میفروشند با نرخ چکنه حساب میکنند. و در بعض قول ها گفتند که همه با چی؟ با نرخ یک لخت، یعنی اپتو حساب میکنی کمتر ارزانتر و زکاتش را میدهی. والله تعالی اعلم. باز یک سوال دیگر که بسیاری از تاجران میپرسند، میگویند که خب استاد شما گفتید که تاجر باید با نرخ فروشش حساب کتاب کرده زکاتش را برآورد. سوال چنین است که آیا میتواند از همون بارهایی که میفروشد از خود بارش همچون زکات دهد؟ مثلا یک انسان سر و لباس میفروشد، میتواند که از همون سر و لباس ها حساب و کتاب کرده زکاتش را از همون اشیا برآورد؟ یا یک نفر خوراکه میفروشد، مغازه خوراکه است، آیا میتواند از همون طعام ها خوراکایی که میفروشد از همون برآورد؟ در این مسئله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی روایت است که گفتند که میتواند که از همون چیز زکات مالش را برآورد و همچنین اختیار دارد که مبلغش را حساب کرده قیمت همون زکات را دهد. اگر زکاتش مثلا $1000 شد میتواند $1000 دهد، یا اینکه چنانی گفتیم با مبلغ $1000 چیکار کند؟ از همون لباس برآورده دهد یا از همون خوراکه هایی که میفروشد از همون برآورده دهد. یعنی گفتند که اختیار دارد، اگر خواهد نقد پول نقد میدهد و اگر خواهد از همون چیز برآورده میتواند. و از امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و همچنین روایت دیگر از امام شافعی رحمت الله علیهم روایت شده است که تنها میتواند مبلغش را دهد. یعنی تاجران نمیتونند که از همون تجارتی که دارد، اگر سر و لباس باشد لباس تیان مثلا، یا اینکه خوراکه باشد فقط خوراکه تیان مثلا، تنها میتواند $1000 باشد باید $1000 دهد. برای چی؟ برای اینکه وقتی تاجر از همون مالش از بارش باری که میفروشد از همون میدهد، شاید کمبغل محتاج همون بارش نیست، مثلا لباسای قیمت بها میفروشد، لباس قیمت بها رو میدهد و کمبغل بیچاره برای وی شرط نیست و مثال به جای همون یک لباسی که داد اگر مبلغش رو دهد چند ماه روزگارش میگذرد مثلا، یا قرضدار است قرضش رو میدهد. برای همین این دو امام بزرگوار چی گفتند؟ گفتند که تنها میتواند چیکار کند؟ مبلغش رو دهد، قیمت همون مبلغی که بالای او فرض شده است از همون داده می شود. بعضی از اهل علم گفتند که تنها همون وقت میتواند چیز برد تید که اگر بر فایده کمبغل باشد. کمبغل مثلا محتاج همون خوراکه است، محتاج همون است، میتواند که چیکار کند؟ از همون محصولاتی که در فروش گذاشته است زکاتش را حساب و کتاب میکند، سپس از همون خوراکه به مبلغ زکات جدا کرده به کمبغلی که به همون چیز محتاج است و نیاز دارد به همون میدهد. والله تعالی اعلم. این بود دو مسئله در بابت زکات. برادران عزیز، اگر باز سوال شما در بابت زکات باشد میتوانید در زیر همین نوار کامنتاری نویسید سوالاتون رو، ان شاء الله در نوارهای آینده برنامه‌های آینده جواب میگردونیم. تا نوار آینده الله تعالی نگهبانتون باشه.